پروردگارا یک جان هست که او را تو دادی. پروردگارا بپذیر. پروردگارا از هیچ تهدیدی نمیترسم. پروردگارا از زندان شدن نمیترسم. پروردگارا از این که تکه تکه بشم نمیترسم. پروردگارا رضایت تو به من مهمه. ای بار اله پروردگارا، تو شهادت فی سبیل الله را، شهادت که رضایت توست، ای بار اله نصیب من حقیر و نصیب همه امت اسلامی داشته باش. ای بار اله پروردگارا، ما را در روز قیامت در کنار حبیب خود، ای الله اون لحظه ای که حمزه با جیگر پاره پاره به صحرای محشر می آید، ای الله اون لحظه ای که عمر با تن خونالود به صحرای محشر می آید، ای الله اون لحظه ای که علی ابن ابی طالب با تن خونالود به صحرای محشر می آید، ای الله اون لحظه ای که عثمان ذی‌النورین با تن خونالود به صحرای محشر می آید، ای الله اون لحظه ای که حسین با اون تن بدون سر به صحرای محشر می آید، ای بار اله اون لحظه ای که عیاض نیازی با تن خونالود، مفلح با تن خونالود، عاطف با تن خونالود، دکتر عبدالباقی با تن خونالود، شهید مسلم یار با تن خونالود، ده ها و صدها شهید دیگری که با تن خونالود، عارف جان مرادی با تن خونالود، ای بار اله من حقیر را از این کاروان محروم نگردان. ای بار اله این لیاقت و شایستگی را از من نگیر.